درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز شنبه 6 سپتامبر از استودیو رادیو آزادی از پراگ من شهلا گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه 6000 زائری توجیک برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی سفر کردند. ما واقعا به تامین امنیت همه مهمانان خانه خدا آماده ایم و طور گفتم به خطری آنها از لحظه ورود به کشورمان و با خواهش الله تعالی تا بازگشت به وطنهایشان کفالت داده خواهد شد. در پی حمله های مرگبار نیروهای امنیتی افغان ساکنان مرکز کابل را به جایهای امن انتقال دادند. که سرازیر شد کلا نمی خانه فکر کردم سر برگون شد دیگه من خلاصا اونجا دستیم زخمی شد. و یک پهلوان تاجیک در بازی های جهانی مردم کوچیکی در چولپان اوتای قرقیزستان ادامه دارند مدال برنجی به دست آورده است. و اکنون تفسیر خبرها. ظرفا رحمانی سابق مشاوری حقوقی حزب منشوده نهضت اسلامی در پی قانون عفو به آزادی برآمد. او یک سال پیش به دنبال آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شده بود. پیوندان ظرفا رحمانی به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که او می‌خواهد معالجه بگیرد. به قبل آنها سالی که خانم رحمانی در زندان سپری کرد به عصبش تاثیر گذاشته است. ظرفا رحمانی یگانه زن در میان 13 عضو بازداشته ریاست عالی و شورای سیاسی حزب منشوده اسلامی بود و حکم کمترین را گرفت. او مادر 4 فرزند است. سالهای آخر فعالیت ادوکاتی داشت و عضو کلیگه ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه نیز بود. صبح 6 سپتامبر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با هدف زیارت قبر اسلام کریمov و اظهار تسلیت به حکومت و اعضای عالی پرزیدنت ازبکستان وارد سمرقند شد. اسلام کریمov روز 2 سپتامبر در شهر توشکند بر اثر خونروی مغزی در 78 سالگی درگذشت و روز 3 سپتامبر در شهر سمرقند در آرامگاه نزدیکی مقبره شاهی زنده به خاک سپرده شد. ولادیمیر پوتین گفته است که مردم و رهبریت ازبکستان می توانند به روسیه به حیث یک دوست با وفای خود تکیه کنند و افزود امیدوار است آنچه که پرزیدنت اسلام کریمov بنیادش را گذاشته بود ادامه خواهد یافت. اثنای ملاقات با سروزیر ازبکستان شوکت میرزیویف پوتین گفت می توانید به کمک ما به طور کامل و همه جانبه به حیث دوستان خود تکیه کنید. شوکت میرزیویف تاکید کرده است که سفر شخصی پوتین به سمرقند از نظر مردم و هم دولت ازبکستان معنای زیاد دارد. در مراسم دفن اسلام کریمov هیئت دولت روسیه تحت رهبری سروزیر دمیتری مدویدیو حضور داشت. روز سه‌شنبه در پی مقاومت با سلاح بدستانی که در داخل بناهای سازمان‌های خیریه پنهان شده بودند، نیروهای امنیتی مرکز کابل را محاصره کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید بعد مقاومت تخمیناً 10 ساعته آخرین سلاح بدست به قتل رسید. سلاح بدستان بعد ترکاندن ماشین سرشار از مواد منفجر در بناهای سازمان‌های خیریه مرکز کابل پناه بردند. بر پایه گزارش‌های پیشکی بر اثر ترکش حداقل 1 کس کشته و 6 نفر دیگر مجروح شدند. ساکنان محله میگویند که با آغاز تیرپرانی آنها را به جایهای امن انتقال دادند. انفجار همی وقوع پیوست و در این هنگام شیشه‌های خانه ما کلاً به سرازیر شد. انفجار که سرازیر شد کلاً همی خانه فکر کردم سر برگون شد دیگه من خلاصا اونجا دستیم زخمی شد. قبل از حمله یاد شده 2 ترکش در نزد بینای وزارت مدافع افغانستان حیات 24 نفر را از بین بردن 91 کس دیگر را زخمی کرد. طالبان مسئولیت حمله ها در نزد وزارت مدافع افغانستان را بر دوش گرفتند. عربستان سعودی به قبول حاجیان و تامین امنیت آنها آماده است. روز دوشنبه در یک نمایش نیروهای تعینات خاص مسجد حرم فرمانده این واحد نظامی جنرال محمد الاحمدی با روزنامه‌نگاران هم صحبت شد. ما واقعا به تامین امنیت همه مهمانان خانه خدا آماده ایم و طور گفتم به خطری آنها از لحظه ورود به کشورمان و با خواهش الله تعالی تا بازگشت به وطنهایشان کفالت داده خواهد شد. همکارمان کیومرسیاتا گزارش می‌دهد که دیروز آخرین گروه زائران توجیک به سمت عربستان سعودی حرکت کردند.
آخرین گروه زائران تاجیک به جمع بیش از 1 میلیون نفری مسلمانان جهان پیوستند که برای ادای مناسک حج، یکی از 5 رکن اسلام، به مکه و مدینه رفتند. امسال در مجموع از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به زیارت کعبه رفتند. سفر آنها به جده و مدینه آخرهای ماه اوگوست سال روان آغاز شد و 5 سپتامبر به پایان رسید. مسئولان کمیته دین گفتند که نصف از زائران تاجیک را شرکت‌های وطنی هواپیمایی و نصف دیگر را شرکت فلاینس عربستان سعودی به مکان مقدس مسلمان‌ها رساندند. بازگشت حاجیان تاجیک از سفر حج در نظر از 17 سپتامبر، یعنی بعد ادای مناسک حج و قربانی کردن، آغاز شود. ارزش خدمات امساله سفر حج در مقایسه به سال گذشته 5000 سامانی گرانتر شده به تقریبا 29000 سامانی برابر شده است. به قول مقامات یک سبب گرانی نرخ شرایط نظر به سالهای گذشته بهتر است که امسال برای زائران تاجیک در مکه و مدینه فراهم آورده شدند. هر سال ده ها نفر خود را در فهرست مقامات محلی در تاجیکستان نامنویس کرده برای راه یافتن به حج در نوبت می ایستند. 2 سال پیش مقامات تاجیک سفری تا 35 ساله ها را به حج منع کردند. آنها گفتند که این تصمیم امکان می‌دهد اساساً افراد کلانسال که در دل سالها باز هوس زیارت خانه خدا را داشتند به این آرزویشان برسند. در وقتش آدم‌ها آرزو می‌کردند که ایره سال 1364 تاجیکستان در یک وضعیت نهایت ناگوار دچار شده بود. همین قشم ها میگم. بعد استقلالیت گفته یا جدا بیستی شکست هم در این دوره یاردم هم نمیکنه که. در عرفه تجلیل از 25مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان، رادیو آزادی طرحی را روی دست گرفته است که نمونه چند زندگی را در دوره مستقلیت نمایش بدهد. قهرمان نوبتی لایحه ما میرزا مراد سعیدов یک آموزگار است که حتی در زمان ناآرامی ها کار خود را ترک نکرد و تا امروز به کسب خود صادق است. اگر معلم بیاد طلبه نبود، طلبه باشد معلم نبود. هم دوره در همین مکتب قریب 5-6 معلم بودیم، با همون طلبه ها کار کردیم. در همون دوره ها شرایط نهایت وضعین هم بود. تا سالهای 1997-98 بسیار وضعین بود. بعد 2000 سال این مکتب تعمیر دید. تا اون دوره ما در همین بینایی که شما حاضر بودید در همین بینا ما درس می‌دادیم. زمستان سوزشواری نبود. در همین خونگی سرمای زمستان در همین خونگی به یگان سوزشواری آینه بندی نبود. کلیانکا زدگی به همین شرایط. اینا بینید که بعد سال 2000 یک بار حاضر سیمای مکتب هم دیگر شد. ادامه سرگذشت این آموزگار تاجیک و همچنین قصه های دیگری قهرمان های لایحه استقلال و سرنوشت را می توانید در وبسایت ما و همچنین در صفحه ویژه آزادی در یوتیوب تماشا کنید. مستحکم نبودن ساحل دریای وخش منزل های ساکنان یکی از ناحیه های ولایت ختلان را با خطر تخریب شدن روبرو کرده است. مردم دهه دوستی میگویند در صورت شسته شدن منزل هایشان جای برای رفتن ندارند. گزارش همکاران ما در این باره. 80 منزل را در دهه دوستی ناحیه باختر خطر به دریای وخش رفتن تهدید میکند. ساکنان از ترس آنکه ناگهان دریا منزلشان را خراب نکند، شبها را بیرون از خانه روز میکنند. با وجود آنکه مقامات ناحیه باختر ساکنان این دهه را در جاهای بی‌خوف قطعه زمین داده است، ولی به گفته ساکنان با سبب کمیزاتی نتوانستند به آنجا بکوچند. نیمی آقلا و علاخونام چما آو بود. این یه ماشین جای خوابم قطعی 3 طلبه مکتبم، 3م خونه، 5م خونه، 7م خونه. مجرای دریای وخش سالها باز به این دهه تهدید میکند. چند سال پیش مسجد و مکتب میانه در این دهه از خروش دریا خراب شد. مردم در برابر تهدید خطر به منزلهایشان از قبرستان این دهه هم نگرانند. آب دریا به تدریج زمینها را کنده در برابر منزل ساکنان چند قبر را هم به کام خود برده است.
مقدار اینا او بوده سه در پیشش همیورا کنده مزوری همسایه قشلوقا یکان جو بوده گور کلیسیم. مثلا چند قبل کنده شما؟ امروز سیتا خیلی اولی همه که دایره اومده قریب یک تای 200 تا زیاد یا قریب 300 تا زیاد چی همه که او بوده است ما خیلیش او بود. مقامات وعده کردند که برای کوچیدن و بنیاد منزل برای هر خانواده 3000 سومانی میدهند، ولی تا حال این کمک به مردم نرسیده است. در اداره جماعت باختریان که دهه دوستی در حدود آن جایگیر است، از صحبت با خبرنگار آزادی خودداری کردند. در ولایت ختلان بیش از 300 منطقه اهالی نشین است که مثل دهه دوستی دچار خطر طبیعی است. یک پهلوانی توجیک در مسابقات اوید با казах کورشی در بازی‌های دوم جهانی کوچی‌ها مدال برنجی به دست آورد. همروز رجبов در رقابت‌ها در وزن تا 80 کیلو مقام سوم را کسب کرد. در مسابقات اوید با казах کورشی 58 ورزشگر از 17 کشور شرکت داشت. بازی‌های دوم جهانی کوچی‌ها در شهر چولپون اوتای ولایت ایسیک‌خولیک قرقیزستان تا 8 سپتامبر ادامه می‌کند. در این بازی‌ها حدود 1000 ورزشگر از 56 کشور جهان شرکت دارند که 37 نفرش نماینده تاجیکستان است. درباره حال و هوای این سبقت ورزشی جهانی عبدالله اشورف گزارش دارد. با بازی‌های کوچی‌ها تریور از کشور اگزوتیکی انتیگوی باربود آمده است. برای این ورزشکار آمدن به قرقیزستان مشکل نبود. چند پیشتر او علاقه به آسیای مرکزی سفر داشت. تریور قهرمان جهانی اوید با واری است. این یکی از نوع‌های توگوسکورگول قرقیزی است که به بازی شахمات مانندی دارد. بازی‌های مختلف کوچی‌ها از کشورهای گوناگون جهان شبیه همدیگرند. هرچند بعضی از کشورهای را که در این بازی‌ها شرکت دارند کوچی نامیدن مشکل است. در مجموع برای شرکت در بازی‌های جهانی کوچی ورزشکاران از 60 کشور دنیا آمدند. لباس‌های همه آنها خاصند و معلوم است که برای انتخاب لباس‌های قومی جدی مناسبت کردند. تاریخ خود مردم کوچی قرقیزستان در شکل 5D قصه شد. نمایش‌های انیماسیونی را 1000 هنرمند با برآمدهایشان کامل نمودند. ورزشکاران قرقیز با اجرا کردن حرکت‌های خوفناک نشان دادند که از گذشته‌های خود کمی ندارند. خوب و آزمایی 1000 نفر که صدای نوازششان حتی بیرون از ایپادروم شنیده میشد به کتاب رکورد گینس شامل گشت. برای تماشای این برنامه تشکیل کنندگان هنرمند گالیوود استیون سیگال را دعوت کردند. این هنرمند به قرقیزستان پس از بلاروس آمد که در آنجا با فرهنگ و طعام‌های ملی آن مردم آشنا شد. اما این نوبت استیون سیگال را به نزد تماشابینان اسب سوار و با لباس رمزی قرقیزی برآوردند. ولی سبقت ورزشکاران بازی یک روزی بعد شروع شد. صحنه از همه هیجان آور این پرواز شاهین است که از روی آواز باید صاحب خود را پیدا کند. یکی از پرنده های پرقوت از ورزشکاران ازبکستان است. آنها در سبقت حاضر شدند ولی بنابر ماتم در مراسم کشاده شوی بازی ها شرکت نداشتند. این ورزشکاران در صحبت با خبرنگاران همگی کم گپ هستند. در برابر مردان زنان کوچی هم در بازی ها شرکت می کنند. ورزشکاران در بازی دوم جهانی کوچی ها از روی 20 نوعی بازی ها زور آزمایی خواهند کرد و این سبقت را تا یک هفته 10,000 تماشابین امکان مشاهده کردن را دارند. در حالی که تا شروع اولین سینما بزم بین‌المللی نوساز همگی 10 روز دیگر مانده است، مسئولان این جشنواره میگویند تا حال برای برگزاری این جشنواره مبلغ ندارند. در یک نشست مطبوعاتی که روز 6 سپتامبر در دوشنبه برگزار شد، رهبریت جشنواره نوساز گفتند که تا امروز به درخواست خود از سازمان‌ها و اداره‌هایی که امید داشتند به آنها کمک می‌کند جوابی مثبت نگرفتند. سینما بزم نوساز از 16 تا 21 سپتامبر سال روان در شهر دوشنبه برگزار می شود. حکمان از میان بیش از 60 فیلم 27 آن را برای نمایش انتخاب کردند. در نوساز فیلم های ساخته هنرمندان از تاجیکستان، ایران، افغانستان، روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان نمایش داده می شود. مبتکران جشنواره میگویند در پایان آن از روی چند نامیناسیون نظیر بهترین سیناریا، بهترین هنرمند، بهترین کارگردان و از نگاه تماشابین غالبان اعلان می شود.
خبر و گزارش‌های نو و جالب را می‌توانید در وبسایت ما، در صفحه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همچنین صمیمه رادیو آزادی در تلفن‌های همراه پیدا کنید.